بیکار مونده خواستیم بیکارکاری بکنیم. یک چیز میخوام یادتان بدم، البته کسایی که یاد نبرم. نه بخوام من میخوام پیتزا جور کنم. مواد مورد نیاز پیتزا هستن. یک کمی نامنظم اگر نگرفتیم از اول چی شروع میکنم من میتونم توضیح بدم. من میخوام یک پیتزای ویژتیبل که بیشتر سبزیجات، البته گوشت هم داریم که گوشت گاو و تون ماهی که میتونیم که گوشت هم بندازیم و ویژتیبل جدا جور کنیم. مواد بیشتر شما میتونید آماده کنین. فعلا ما در دسترس ما که ما قدر یخچال چک کردیم این چیزا بود، اما میتونید هر موادی که خوش داشته باشین بیشتر اضافه کنید. پیاز است، جواری است، پاپریکا است، اناناس است، بادنجان رومی است، سمارق است. این هم سوسی است که میخوایم در پیتزا بندازیم. من آماده است که یک کمک خوب کلوله و چی نیامده به خاطر خمیر ما نرم بود، اما مشکل نداره، وقتی باز کردن جورش میکنه. باز کرده ما میخوایم که حالی سوس بزنم، موادش رو بانیم در فرکی بخیر آماده شویم. البته ما یک کمی میخوام توضیح بدم اگه خواستین شما هم پیتزا جور بکنین در خانه. موادی که در اینجا میندازین یا خمیر نرمال جور میکنین، مثل خمیر نانواری که در آب میندازین، آب شیرگرم، نمک یک کمی، بوره میندازین و یک ذره روغن گرم میکنین. روغن سبب میشه که یک کمی نان چی بیایه، خمیر زاله کردنش هم راحت بیایه و خوشمزه تر هم میکنه. بعد از اینکه خمیر رو کردین، خمیر مایه هم قدر ضرورت. بعد از او را میمانین، خمیر کردین میمانین یک ساعت نیم ساعت وری تا یک کمی بکنده خود آماده کنه. بعد از او زاله میکنین. زاله را که کردین یک کمی که میگذارین، بعد از او انبار میکنین و این قسم مثل ماوری و مواد زاله را انبار کردین. میتونین که مواد دیگه در روش بگذارین در اونی خلاص. اما قدر راحت آماده میشه، خیلی چیز جنجالی نیست. من هم در اول فکر میکنم سخت، اما خیلی آسانه. این را میخوام توضیح بدم که اگر خواستین جور بکنید این چی هسته. روب هستن، روب میخوای یک کمی روغن قطع یک کمی آب بالاش میندازی گرد میکنین. دیگه موادایی که داخلش میندازی مثلا من مرچ سیاه انداختم، موادای دیگه که مثلا چی هستن مخصوص پیتزا هست که داشتین از اون میندازین و میتونین همین رقم چیزای مختلف بندازین. ما یک کمی که نعنا انداختیم و بعضی مواد دیگه من انداختیم، اما نیاز نیست که شما هم هر چیز بندازین. کافی است که فقط رو یک کمی نرم کنید با روغن و آب و یک ذره بوره هم بندازین. بوره هم خیلی مهم است. نمک هم خیلی کم، موادی مورد ضرورت ازی دیگه. این روی تو میندازین داخل نانی که خمیری که باز کردین دیگه. خیلی اینطوری هموار کرده میرین. اگر یه وقت کم بود اینطوری. اگر خواستین سس بیشتر خوش داشته باشین که زیادتر میندازین. در غیر از او دیگه به اندازه ذوقتون و بعضیا خوش داره که زمانی که پیتزا رو پخته میکنی پیتزا همش پوشیده شوه، اما دیگه بهتر است که خوش داره که وقتی که سس هموار میکنه سس همه تو همگی رو بپوشانه. اما نظر به ذوق خودتان است، میتونید اون کارو بکنید، اما ما به ذوقمون نمیخوایم که اطراف از این بپوشانیم. همه تو بیشتر یک کمک با دولتر میایم دیگه. همین خلاص. ما قدر سس میتونید که بیشتر بندازید سس رو به دیگه. بعد از این چیز مهم است دومش پنیر است. البته شما که جور کردین مثل ما یادتان نروه که پنیر قبلا آماده بکنید دیگه، راحت‌تر میشه، منظم‌تر به سیستم پیش میره دیگه. ما یادم رفته بود که پنیر آماده کنم، اینال یک کمی پنیر رنده میکنم دیگه، چون پنیر بعد از سس رو که انداختیم بعد از اون پنیر انداخته میشه دیگه. بعضی کسایی که پنیر زیاد علاقه‌مند پنیر هستن و زیاد خوش دارن، پنیر که انداختین مواد بالاش میندازین، باز در آخر میتونین یک پنیر دیگه روی از اون بندازین. او خیلی پنیر زیادتر میاد. با کسایی که پنیر اگر متوسط مثل ما خوش داره دیگه، اما یک بار که میندازیم بالای سس رو اما کافی است
دیگه این تو خوبیش است که دیگه تو موادایی که میندازین بعد از که پیتزا پخته میشه میتونین ببینید که مثلا روی پیتزا چی هسته. اگر دوبار پنیر بندازین در اون صورت باز فهمیده نمیشه که مثلا زیر این پنیر چی است. اینجا هم پنیر من آماده شد. پنیر رو میندازیم همینطور خیلی اول از اطرافش میایم به قسمت مرکزی پیتزا. اینطور راحت تر میایم، یک کمی نظر اگه بگویم اما مسلکی تر میایم. خب ایرم پنیر ایرم میخوام که یک پیتزای ویجیتیبل جور کنیم، سبزیجات میتونیم دیگه. این حال سبزیجات نمیخواد که تو چی را اول بندازیم چی را پسان فرق نمیکنه، هر چی که داشتیم میتونیم بندازیم. اینطوری مثل ما همه قسم از اطراف به وسط. یه هم شد پیاز، یک کمی هم از جواری میندازم اینطوری دیگه. او که سر مواد بندازین یا کم مواد و به اساس ذوق خودتان است که چقدر میخواین. که من یک ذره سمارق میندازم و پاپریکا همین به حساب خود ما میشه. همین ماش چی دلمه‌ای میگن چی میگن اینطوری بنفشه تر میمانیم که یک کمی قشنگ تر بیاید. این میتونه کافی باشه ولی من یک کمی چی هم زیاد میکنم، یک ذره آناناس هم زیاد میکنم که خوشمزه تر بیاد. ایم همه قدر کافی است. میندازیم داخل اونی، خلاص اونی را اما اجاق هم دیگه 360 درجه میم 300 درجه. خیلی اونیا از اجاق از 360 300 بالا نبره، اما 300 درجه میمانیم. 300 درجه درجه مناسب است که برای پیتزا مواظب میباشیم که نسوزیم. اجاق البته قبلا میگذاره که داغ شود و گرم شود که دیگه زودتر پخته شود. همه قدر تمام. مدتی که پخته میشه البته فرق میکنه که چقدر اونی من خوبش هست، کیفیت اونی هست، اونی هم فرق میکنه، اما اجاقا فرق میکنه. اما راحت تر میتونیم ببینیم که وقتی پخته شود از بیرون هم میتونیم ببینیم. دقیقش دقیق گفته نمیتونم که میتونه که نظر به اجاقا فرق کنه. خب این پیتزای دیگر هم میخوایم که یک پیتزای مثلا کباب پیتزا جور کنیم، داخلش گوشت باشه. عین است که همون دیگه واره. از همین قسم برعکسی که مواد میندازیم ایره که باز میکنیم سوس میندازیم از مرکز به قسمت اطرافی همین زاله، ولی مواد از اطراف میندازیم به قسمت مرکزش. البته چیزا رو میگم به خاطری که نگفته نمانه که من مسلکی هستیم. یک وقتا یک 5-6 سال پیش کار کردیم در پیتزا جور کردن که همتون یاد من مانده. به خاطر همین سادگی دقیق مثل پیتزای قبلی واری مواد میندازیم. از پنیر شروع میکنیم. معمولا پیتزا سر مواد زیاد نمیخواد، خیلی موادش بیش از حد باشه. میگم قدری متوسط موادش بندازیم. دیگه کباب میندازیم. همینطور کبابا البته شما میتونین که کبابای آماده از دکان خریداری بکنین، در فریزر باشه دیگه اینطوری خانه باشه دیگه هر وقت پخته کنین. ولی اگر گوشت دیگه هم داشته باشین در خانه، ما کبابای آماده است که دیگه همین میندازیم. چیز دومی که فعلا میندازیم کباب پیتزا. یعنی همه تو نمیفهم که
افغانستان شاید به نامی کباب پیتزاش فرق کنه، ولی در معمولا این طرف ها کباب پیتزا همین موادش که میندازه پیاز، کباب، مرچ. که مرچ هم میتونیم که مرچای ترکی بندازیم یا از این مرچای دیگه. ببینیم که مرچ کجا شد. این پیاز هم که پیاز ببخشیم که مرچ است، مرچای کشورهای عربی است. البته از او انداختیم چون مرچ ترکی داشتیم یکمی شور بود، از اون انداختیم. از این مرچای تازه انداختیم. او قدر تیز نیست البته. و یک پاپریکا هم خواستیم بندازیم، بدی نیست. یک چند تا پاپریکا هم میندازیم. پنیر هم میتونیم یک چیز زیاد مهم که ما اینی چون کباب پیتزا موادای اصلیش پاپریکا حتمی نیست که باید بندازیم، اما بادمجان رومی و پیاز، کباب، مرچ این چیزا موادای اصلیش است که حتما باید بندازیم اگر کباب پیتزا که میخوایم جور کنیم. اوکی، یه آماده است. بند یک پیتزای کشتی ساخت جور کنیم. یک زاله نرمال اموار میکنید، فقط کش میکنید کمی این طرف و این برشم کمی این طرف، یعنی شیپ کشتی را برش میده. البته که خیلی کشتی هم کنه میره، ولی کوشش میکنیم که همینطور راحت نمیخوام این پیتزا را هر مواد داخلش بندازم، اما تو هر چی که دمی دست آمد. همه تو ناموارش میکنیم. بچه کشتی واری آمد یا نه؟ بجای کشتی فکر کنم که چیز دیگه جور شد. شما دیگه خواستیم بجای کشتی یکان چیز دیگه جور بکنیم. هر چی که آمد دیگه پنیر یکی امید زن دارد، یکی فکر کفن دارد. عجب دنیاست ای دنیا. از ایمانو جواری میندازیم همه به حساب خود من. همو ارجل یکی ارجل جور میکنیم، گاهی وقتا ارجل خوشمزه تر از او دیگوش میاد. میرم همه تو چون تقریبا آخریش هسته که دیگه هم خرچه مانده در مواد همین دستمان آمد، همه تو انداخته میرم. این پیتزا همه تو پختش در رویست خیلی زود به میرم. فکر کنم که همه چیز برابر است. یک ذره گوشت ماهی میندازیم، دونه ماهی. خب این آماده. چون اجاقمان گرم است و صحیح داغ است، خیلی زود پخته میکنه. 300 ناندم اگر پایین تر باشه میشه، ولی
هرچی بیشتر باشه زودتر بشه. اینم پیتزا آماده خوردن دیگه. پیتزا هم زیاد است و نفر کم می بودن که یک جا می خوردن. به آماده خوردن.